Herkese merhaba. Turkish with Momo video serisinin 6. videosuna hoş geldiniz. سلام، خیلی خوش اومدین به قسمت 6 از سری ویدیوهای ترکیش وید ماما. خیلی خوشحال و خرسندم که در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم ازتون که ما رو تا اینجا همراهی کردین و با اینکه فکر میکردم بیشتر از این دیده بشیم تا اینجای کار، اما ناراضی نیستم. خیلی خوشحالم که این آدمایی که تا الان دارن ادامه میدن با ما هستن. ما سعی بر این کردیم که سرعت ضبطمون رو، در واقع این حرفی بود که نوشیم به من زد، که ضبطمون رو سرعتش رو بیاریم پایین، مخصوصا موقعی که نزدیک سال نو میلادی بود، که بچه‌ها بتونن برسن بهمون. یعنی بین قسمت 4 و 5 فاصله زیاد انداختیم. الان هم بین قسمت 5 و 6 اون زمان بارگذاریش داریم فاصله میندازیم که آدم‌های بیشتری بتونن ما رو دنبال بکنن. امیدوارم که این در واقع تغییر روندی که من دادم مثمر ثمر باشه و آدم‌های بیشتری تونسته باشن ما رو دنبال بکنن. اما به هر حال محتوای خوب دیده میشه. حالا امیدوارم که محتوای ما خوب باشه. داشتم خدمتتون میگفتم که ما توی قسمت 5 قبل از اینکه بخوام شروع بکنم راجع به موضوع زمان، یه چیزی خیلی مهمی رو می‌خواستم بهتون بگم. ببینید، من از اونجایی که مثلا اینجا لفظ تومر خب خیلی لفظ سنگین و مهمیه، چون که معتبره و انحصاری برای دانشگاه آنکارا. یعنی اون سرتیفیکیت تومر رو دانشگاه مثلا دوکوزه‌ای رو نمیتونه بده، دانشگاه استانبول نمیتونه بده، انحصاری برای دانشگاه آنکاراست و به خاطر همین انقدر گرونه، با اینکه ساختمانش هم خیلی قدیمیه. حالا کاری نداریم. امروز که نبودی، تقریبا یه هفته پیش معلممون اومد جلوی من گرفت، گفت من کانال تو رو دیدم، خیلی قشنگه، خیلی کار زیبایی داری میکنی، آفرین فلان بهمان، اما اگر جای تو بودم از لفظ تومر استفاده نمیکردم. چرا؟ چون تو داری فارسی حرف میزنی، کسی که ترک باشه ببینه شاید اون وهله اول حداقل نفهمه تو داری هم‌آموزی میکنی، تو تدریس نمیکنی و شاید فکر کنن که آقا این چه ربطی به دانشگاه آنکارا داره تدریس میکنه، لفظ تومر رو به کار بردی، لفظ تومر انحصاری برای ماست. من دانشگاه آنکارا میرم توی سایت یوتیوب در واقع از محمد شریفی نیا شکایت میکنم چرا از لفظ استفاده، کپی رایت داشته تومر، و به من در واقع نصیحت کرد که از قسمت 6 به بعد دیگه از لفظ تومر استفاده نکنم. بنابراین تغییری که شما در آینده خواهید دید به خاطر این، از این بعد دیگه هر جایی تومر بود، چه توی هایلایت ها، چه توی کاتگوری ها، چه توی استوری ها، میشه ترکیش وید ماما، دیگه از لفظ تومر استفاده نمی‌کنیم چون میترسیم واقعیت. ولی خب دیگه حداقل شما که تا الان من دنبال کردین میدونین که من کلاس های تومر رو دارم شرکت میکنم، ولی توی ویدیوهام دیگه از این بعد از لفظ تومر استفاده نمی‌کنم. مثلا این قضیه چیزی است که میگن اگه چیزی استفاده نکنی هی بیشتر استفاده میکنی. من تو 1 دقیقه اخیر 3-4 بار گفتم تومر، ولی دیگه این بعد نمیگم دیگه. تمام، بیته گیتی همچیز تمام شد رفت. خب آقا، جلسه 5 ما اومدیم شیملیکی زمان رو یاد گرفتیم. مثلا من در حال صحبت کردن هستم، شما در حال گوش کردن هستید، آنها در حال خوابیدن هستند، شما در حال غذا خوردن هستین، ما در حال نشستن هستیم، بلا بلا بلا. şimdiki zaman رو یاد گرفتیم به زبان ترکی یاد بگیم. یعنی مثلا biz oturuyoruz, siz konuşuyoruz, ben biliyorum, sen yapıyorsun, o diyor. اینو یاد گرفتیم جلسه 5 و حالا اون 3 تا خانواده استثنا فلان بهمان یاد گرفتیم. اما این جلسه که در خدمتتون هستیم خیلی جلسه سبکتری رو داریم از نظر گرامری حداقل، و فقط میخوایم یاد بگیریم این şimdiki زمان رو yes no question باش بسازیم. yes no questionی که مثبت باشه. یعنی فارسیش مثلا چی میشه؟ آیا من در حال صحبت کردن هستم؟ آیا شما در حال شنیدن هستید؟ آیا آنها در حال خوردن هستند؟ آیا او در حال نشستن هست؟ آیا داره. و این آیای yes no question اصطلاحاً چجوری ساخته میشه، چجوری میگیم؟ کاری نداریم زمین پرسشی رو، کاری نداریم ما زمین پرسشی که باشه که هیچ فرقی نمیکنه. ne yapıyorsun, kaç saatte uyanıyoruz، نمیدونم فلان بهمان. زمین پرسشی نداریم. سوالی که داریم این جلسه یاد بگیریم بپرسیم، یا جوابش آره است یا جوابش نه، که تازه وقتی جوابش نه جلسه 7 میشه. یعنی این جلسه خیلی سبک، فقط ما سرور رو یاد میگیریم. میخوام بهتون بگم چقدر آروم آروم داریم پیش میریم. ما توی جلسه 7 تازه میایم یاد میگیریم که آقا این şimdiki زمان رو چطور منفیش بکنیم. یعنی من
در حال خوردن نیستم، من در حال نشستن نیستم، یا آیا در حال نشستن هستی؟ نه نیستم. مثلا منفی جواب بدیم و جلسه هفتم یاد میگیریم. این جلسه پس خیلی کوتاه راجع به این حرف بزنیم. اما قبل از اینکه به اون قضیه برسیم، جزوه جلسه ششم رو اگر نگاه بکنید، بالاش نوشتم که 4 دسامبر 4 دسامبر دوشنبه هم هست. شما تصور بکنید، خودتون رو بزنید جای معلم باید سوالی که اول جلسه میپرسه رو آداپته بکنه با سطح دانش زبان آموز. بنابراین میخواد بگه آخر هفته چیکار کردین، چون دوشنبه است، ما جلسه ششم، شنبه پیشش نبودیم. میخواد بگه آخر هفته چیکار کردین، اما خب ما گشمی زمان رو بلد نیستیم، مجبور بشیم دیگه زمان ازمون سوال بپرسه. میگه hafta sonu ne yapıyorsun یا ne yapıyorsunuz، اینو که دیگه بلدیم. hafta sonu یعنی آخر هفته، ویکند. بعد من تکرار بکنیم. hafta sonu ne yapıyorsun، hafta sonu ne yapıyorsunuz. نمیتونسته بنده خدا گشمی زمان بگه. من خودم هنوز گشمی زمان درست بلد نیستم. اگه حافظه شنیداریم خب یاری بکنه، فکر کنم آخر هفته چیکار کردی میشه hafta sonu ne yaptın، hafta sonu ne yaptınız. فکر کنم میشه کردید، چیکار کردید، که حالا ما فعلا بلد نیستیم. حالا در جواب اون حالا میگفته hafta sonu ne yapıyorsun، hafta sonu نمیدونم uyanıyorum، hafta sonu uyuyorum، hafta sonu yürüyorum، hafta sonu Türkçe dizi seyrediyorum، hafta sonu partiye gidiyorum. اینجوری جواب میدادیم. و در ادامه اومده 3 وعده غذایی در زبان ترکی رو به ما یاد داد. این بسیار مهمه، اینو به عنوان یک پارت جداگانه ما داریم. صبحانه در زبان ترکی میشه kahvaltı. بعد من تکرار بکنید. kahvaltı. نمیدونم ربطی داره به اون قهوه که به معنی قهوه میشه یا نه. kahvaltı به معنی صبحانه، breakfast انگلیسی، petit déjeuner فرانسوی که حالا توی فرانسه petit déjeuner میگم لانچ، petit déjeuner breakfast، ترکیش میشه kahvaltı. اما سریالی بود که مجید صالحی تو هتل بود، میخواست زنگ بزنه بگه نهار سفارش میدم، بعد بلد نبود، تو ترکیه بودم، اسم فیلم رو یادم نیست. öğle yemeği به معنای نهار، لانچ یا همون دیژونه فرانسوی. öğle yemeği. حالا یمک به معنای غذاه. توی ترکیب وصفی که قرار میگیره یمک تبدیل میشه به یمئی. اینکه که چرا به یومشاکی تبدیل شده رو کاری نداریم، بعدا یاد میگیریم. öğle هم که به معنای ظهره، یعنی غذای ظهر، ترکیب اضافیه. öğle yemeği به معنای غذای ظهر، و akşam yemeği غذای شب. یعنی akşam yemeği میشه دینر انگلیسی یا دینه فرانسوی های تو فرانسه، فرانسوی زبان های تو فرانسه، یا سوپه فرانسوی زبان های توی بلژیک. حالا ما تفاوت فرهنگ‌های کشورهای فرانکوفون رو بهش کاری نداریم. ما می‌خوایم اینجا 3 تا وعده غذایی رو به زبان ترکی یاد بگیریم. بعد من تکرار کنیم. kahvaltı، öğle yemeği، akşam yemeği. kahvaltı، öğle yemeği، akşam yemeği. این 3 وعده غذایی شد. و حالا اینجا دیگه این داستانمو میبندیم. شما اگر با ما همراه باشین، جایی نرین، قهوه‌تون رو بخورین، خوش و خورم باشین، اینجا یک کارت میخوایم بدیم، پارت اول رو شروع بکنیم. پارت اول از قسمت 6 من میخوام yes no question ساختن با شیمدیکی زمان رو بهتون پای تخت فرمولش رو درس بدم. بعد برگردیم توی پارت دوم و سوم مثال‌هاش و استثناءاش و فلاش اینا رو دیگه کار بکنیم. قربونتون برم، همراه من باشید. خیلی سعادتمندم از اینکه همراه من هستین. قسمت 6 پارت اول رو با هم دیگه پای تخته هستیم. توی قسمت 5 ما یاد گرفتیم şimdiki زمان به حالت جمله خبری مثبتش رو چجوری باید بسازیم. ساختیم، مثال زدیم، تمام شد. توی قسمت 6 که الان اینجا باشیم، اون تو قسمت 5 اتفاق افتاد. توی قسمت 6 که الان خدمت شما هستیم، میخوایم سوالی کردن yes no question رو اصطلاحاً با şimdiki زمان یاد بگیریم، ولی همچنان سوال مثبت، سرو، پوزیتیو. و توی قسمت بعدی تازه، یعنی توی قسمت 7 که هنوز ضبط نکردیم، قراره همین şimdiki زمان رو جمله خبری منفیش رو یاد بگیریم. مثلا بگیم چه کاری رو در حال انجام دادن نیستم. مثلا من در حال مثلا شراب نوشیدن نیستم. من در حال
ورزش کردن نیستم. اما الان این قسمت، اینی که ما الان در خدمت شما هستیم با قسمت ششم، میگه که ما چجوری سوالی رو بسازیم با آره و نه، یعنی جوابش آره و نه باشه، ضمیر پرسشی نداریم و در اون جمله در واقع فعل رو به شیمدیکی زمان صرف بکنیم، زمان حال استمراری. فارسیش چجوری میشه؟ میخوام مثال بزنم براتون. مثلا آیا من در حال چای خوردن هستم؟ بله من در حال چای خوردن هستم. نه من در حال چای خوردن نیستم که جلسه بعد میگیرم. آیا شما انگلیسی بلد هستین؟ انگلیسی صحبت میکنید؟ بله من انگلیسی صحبت میکنم. آیا شما فارسی رو میدونید؟ در حال دانستن هستین؟ حالا یه ذره فارسیش عجیب غریب میشه. بله من میدونم. مثلا بیلیور میسون؟ evet بیلیور. فارسیش این شکلی میشه. حالا کاری ندارم که شیمدیکی زمان چقدر قراره کاربرد داشته باشه در روتینمون. به هر حال یه زمانی که باید یاد بگیریم و آره و نه، سوالی که جوابش آره و نه باشه رو باهاش بسازیم. به این فرمولش رو نگاه بکنیم با هم دیگه. شیمدیکی زمان، بعد من تکرار بکنین. شیمدیکی زمان، اینا رو دونستنش خیلی مهمه ها. شمایی که دارین، من اینم حتی یادم رفته اینجوری کنم. آره. شمایی که دارین آکادمیک ترکی یاد میگیرین، مثلا بعد اسم زمانها رو بدونین. یعنی شیمدیکی زمان حال استمراری، شیمدیکی زمانی حکایسی، همچین چیزی میشه گذشته استمراری. مثلا امیر کیپی، نمیدونم ایسته کیپی، گچمیش زمان، گلجک زمان، اسم اینا رو باید بدونیم. خیلی مهمه. اینجوری میتونید به طرف مقابلتون بفهمید آقا من این زبان رو آکادمیک بلدم، اونجوری تو خیابون یاد نگرفتم. نگم بد باشه ها، این بهتره. حالا شیمدیکی زمان رو شما میخواین سرو باش بسازین، سوال باش بسازین. اون ایلم خودتون رو میارین، بن فعلتون، ایلم میشه فعل، بن فعلتون رو میارین. بن فعل منظور چیه؟ مثلا فعل بیلمک، مکش رو خط بزنی بیل میمونه، بیل میشه ایلم ما. نمیدونم فعل چالشماک، ماکش رو بردار، چالش میمونه، ایلم رو میذاری اینجا. مثلا فعل گرمک، دیدن گرمک، مکش رو بردار، گر میمونه اینجا. مثلا خیلی فعل زیاد داریم. مثلا کنوشماک، ماکش رو بردار، کنوشش میمونه ایلم. اون ایلمی که دارین رو همون یور و اویوری که جلسه پیش یاد گرفتیم من بذار، اما دیگه کیشکیشو نذار، شناسهشو نذار، شناسه مربوط به هر فعل نذار. عوضش بیا به جای شناسه بذار اول شخص مفرد. مویوم، موسون، مویوز، موسونوز، مو. یعنی چجوری؟ یعنی مثلا من اینم با زور توضیح بدم ولی قاعدتا بعد از جلسه پیش یادتون مونده باشه. اگه اون ایلم شما آخرین حرفش این سوز بود، یعنی بی صدا بود، از این فرمول پیروی میکنین. اگر ایلم شما آخرین حرفش این لی بود، یعنی صدادار بود، از این درست هم دیگه، اون لی صدادار، از این فرمول پیروی میکنید. حالا اگر این سوز باشه شما به 4 تا افتاد ماژیکت دستم، نمیدونم اینا رو حالا قطع بکنم یا بذارم بمونه دیگه، تدوینگر خودش تصمیم میگیره. اگر به این سوز برخوردیم، بی صدا برخوردیم، به 4 تا سناریو داریم. اگر آخرین حرف صدادار آ باشه میشه ایر، مثلا چالشیور، مثلا خیلی فعلا میده. اگه ا و ای باشه میشه ایور، مثل بیلیور، مثل ایچیور، مثل خیلی فعلا دیگه. اگه او و او باشه میشه اویور، مثل کنوشویور، مثل خیلی بازم زیاد داریم، کنوشیور، مثلا اویویور مثلا. اگه و ای باشه که خیلی اینا کمترن، دیدیم بنده خدا مظلوم واقع شدن. افعال خیلی کمی داریم که آخرین حرف صدادارشون یا ای باشه، موقع میشه ایور، مثلا گریور، دیدن، گریور. مثلا میخوام بگیم تو منو میبینی، تو داری منو میبینی، are you seeing me، مثلا همین چیزی انگلیسیش. میگیم سن بنا، اگه اشتباه نکنم خدایا دارم ایمپرووایز میکنم، سن بنا görüyor musun، görüyor musun، سن بنا یا بنیشو نمیدونم، بنی یا بانا شما تو کامنت ها بگین. چون میگیم بانا باک ماک میدونم میشه بانا، اما یا نمیدونم بگم بنی görüyor یا بانا görüyor. فکر کنم بانا باید درست باشه.
sen bana görüyor musun؟ این میشه سناریوی 4 شما. حالا پس بعد از اینکه این رو گذاشتین دیگه سمت کیشکی و بیخیالش میشین، میایین اینو میذاریم که یعنی نشون میده آسان‌تره. شما لازم نیست ببینید کیشکی اول شخص مفرد چی بود، دوم شخص مفرد چی بود، ثابت. مویوم، بعد من تکرار بکنید. مویوم، موسون، مو، در واقع مو که نه مو، مویوز، موسونوز، مو. مثلا میخوام بگم که موسونوز، مثلا کنوشیور موسونوز، مثلا میخوام بگم آیا شما به زبان فارسی صحبت میکنید؟ آیا شمای جمع، دوم شخص جمع، به زبان فارسی صحبت میکنید؟ siz farsça konuşuyor musunuz؟ یا باید اینتونیشنش رو باید درست بکنم. siz farsça konuşuyor musunuz؟ siz farsça konuşuyor musunuz؟ آیا شما به زبان فارسی صحبت میکنید؟ این مثلا مثال اینجوری میشه. اما اومدیم 2 تا مثال هم حالا براتون زدیم. این مثالا رو از توی دفتر برداشتم، جزوه جلسه 6 اگر پرینت گرفته باشین الان میدونینشه. مثلا میخوام بگیم سن انگلیسیce biliyor musun؟ آیا شما زبان انگلیسی رو بلد هستین یا در حال دانستن هستین؟ اون ترجمه فارسیش چه قلب میشه؟ سن انگلیسیce biliyor musun؟ evet biliyorum. آیا شما زبان انگلیسی، آیا تو زبان انگلیسی رو بلدی؟ بله بلدم. حالا نه بلد نیستم قسمت 7. جمله دوم. siz çok kahve içiyor musunuz؟ این نکن با ظهور دوم شخص جمعه. siz çok kahve içiyor musunuz؟ آیا شما زیاد قهوه می نوشید؟ آیا شما زیاد قهوه می نوشید؟ بله می نوشیم. ایچیو روز، اینو جلسه 5 یاد گرفتیم. هایر بلد نیستیم، جلسه 7 یاد میگیریم. siz çok kahve içiyor musunuz؟ evet içiyoruz. sen İngilizce biliyor musun؟ evet biliyorum. ben Fransızca öğretiyor muyum؟ ben Fransızca arada ya درسته. ben Fransızca öğretiyor muyum؟ بعد شما به من میگین evet öğretiyorsun. مثالش اینجوری میشه. حالا اینو شما داشته باشین. پس ایلم ایور فالا همه اینا رو که داشتیم داشته باشین. یه سری استثناهایی که توی شیمدیکی زمان جلسه 5 یاد گرفتیم توی جلسه 6 هم باز دوباره بهشون اشاره می‌کنیم. تو استثناها رو دیگه نشسته بهشون اشاره می‌کنیم. و بعدم شروع می‌کنیم کلی مثال و تمرین از همین. یعنی این جلسه خیلی سبک‌تر از جلسه 5 کارمون، چون از قبل با استثناها آشنا هستیم. بنابراین فقط همین سوالی کردن شیمدیکی زمان رو با هم دیگه تمرین می‌کنیم. میریم توی گریک کتابی فلان داستان بهمان و منفی کردنش میره جلسه 7. یعنی میخوام این خبر خوب بهتون بدم که این جلسه خیلی سنگینی از نظر دستور زبانی حداقل نخواهد بود. پس ما همراه باشین بریم پارت بعدی. قربونتون برم. حالتون چطوره؟ خیلی اتفاق میمون و مبارکیه که شما کنار من هستین. پارت دوم، پارت اول رو دیدین با تخته. الان میدونین یه اسم کوئسشن چجوری میخوایم بسازین، اما میخوایم با من ادامه بدین با پارت دوم. پارت دوم ما عنوانش هست خواندن استثناها و بررسی مثالها. یعنی اون 3 خانواده استثنایی که توی شیمدیکی زمان جمله مثبت بود، همونها رو داریم برای یه اسم کوئسشن. یعنی استثناها رو از قبل باش آشنا هستیم، صرفا یه اشاره بهش میکنیم و شروع میکنیم کلی مثال مثال میزنیم، خیلی مثال میزنیم و بعدش هم این پارت دوم تمام میشه. اینجا دیگه گریک کتاب رو میریم پارت بعد. پس شما الان جزوه‌تون رو لطفا نگاه بکنید. اون قسمتی که شیمدیکی زمان بود و فرمول بود و اوت هایر فلا اینا بود با تخته با هم دیگه خوندیم. پایین صفحه، یعنی همون اولین صفحه از جزوه قسمت 6، پایین صفحه نوشتم استثنا. اونجا رو میخوایم الان با هم دیگه بخونیم. استثنا، خانواده اول استثنا واسه فعل یمک به معنای خوردن و دمک به معنای گفتن بود. مثلا ندمک میشد معنی این چیه یا سوادیق کوا. ندمک و یمک مثلا خوردن دیگه. اکشام yemeği yemek، kahvaltı yemek، yemek اصلا غذا خوردن، yemek. اینو ما یاد گرفتیم که استثناءن و حرف ا توی شیمدیکی زمان به حرف ای
تبدیل میشه. یعنی میگی yiyorum، توی قسمت قبلی رو گفتیم yiyorum، yiyorsun، yiyoruz، yiyorsunuz، yiyor یا yiyorlar، آره اشتباه نکنم. الانم باز دوباره توی اسم کوشن همینه. yiyor muyum، yiyor musun، yiyor muyuz، yiyor mu، yiyor muyuz، yiyor musunuz، yiyor mu. این استثناء همچنان باورجاست. فعل دمک هم همینه. مثلا حالا ربطی به این نداره ها، ولی مثلا توی سریال کوزگونه کوزگونه مثلا میخواد بگی چی میگی، چی میگی، فاز چیه؟ ندیورسون، ندیورسون. اونم باز دوباره همینه ولی اسم کوشن نیست، نه داره، زمین پرسشی داره. ندیورسون، چی داری میگی؟ What are you saying؟ Qu'est-ce que tu dis؟ ندیورسون. Qu'est-ce que tu es en train de dire؟ میدونی توی فرانسه خیلی استفاده نمی‌کنیم. مثلا یکی از شاگردام اینو ازم پرسیده بود. پرزنت کانتینو توی فرانسه خیلی نمیخونه باشین دیگه زمان توی چیز. یعنی ما تو فرانسوی نمی‌گیم Qu'est-ce que tu es en train de dire، از عجب غریبه میگیم Qu'est-ce que tu dis. ولی توی ترکی حالا اون زمان گسترده رو ما هنوز یاد نگرفتیم، اما حداقل شیندیکی زمانش میشه ندیورسون. حالا دیور مویوم، آیا من در حال گفتن هستم؟ دیور موسون، آیا شما در حال گفتن هستین؟ دیور مو، دیور مویوز، دیور موسونوز و دیور مو. یه اسم کوشن فعل دمک میشن خانواده اوله استثناء. خانواده دوم استثناء اون چهارتایی بودن که به ات ختم میشدن: گیتمک، سیرتمک، تاتماک و اتمک. اتمک خیلی افعال زیادی داریم با اتمک، مثل تبریک اتمک، مثل ترجیح اتمک، مثل دعوات اتمک اگه اشتباه نکنم. اتمک زیاد داریم. تاتماک بودیم، سیرتمک به معنی تماشا کردن و گیتمک هم که به معنی رفتن. اینو توی جلسه پنجم یاد گرفتیم که ت تبدیل به د میشه. در یه اسم کوشن هم همینجور هست. یعنی گیدیور مویوم، آیا من در حال رفتن هستم؟ گیدیور موسون، آیا تو در حال رفتن هستی؟ کجا بودی حالا؟ گیدیور موسون. گیدیور مو، آیا او در حال رفتن هست؟ گیدیور مویوز، گیدیور موسونوز، گیدیور مو. ت تبدیل به د شد و این صفحه بعدی خانواده سوم از استثناء رو داشتیم. افعالی که به آ یا ا ختم می‌شدن. مثلا آلاماک به معنی گریه کردن میشد آلیور. مثلا میگیم ببک آلیور، بچه داره گریه میکنه، ببک آلیور. حالا منفیش یاد نگرفتیم، مثلا امیل کپی و اینا رو هنوز یاد نگرفتیم. فکر کنم آلاما قاعدتا باید بشه گریه نکن و آلاماین گریه نکنید اگه اشتباه نکنم. امیل کپی رو هنوز درست بلد نیستیم، کاری نداریم. بکلمک به معنی منتظر بودن، عشقت میخوره، میشه بکلیور. بکلیور مویوم، آیا من در حال انتظار کشیدن هستم؟ بکلیور موسون. مثلا فرض بکنید که رفتین یه رستورانی و هی سفارش نمیدین، منتظر کسی هستین، منتظر این دوستتون بیاد، هی سفارش نمیدین، هی یارو میاد رد میشه، آقا چه خبر فلان مهمان. ممکنه همچین چیزی رو بشنوین که بگه بکلیور موسونوز، بکلیور موسونوز، آیا شما در حال منتظر کسی هستی؟ بکلیور موسونوز. کوکلاماک نمیدونم معنیش چی میشه، بذاریم ما هم دیگه ببینیم معنیش چی میشه اینجا. یعنی میدونم اما فراموش میکنم. بریم توی ترنسلیت ببینیم کوکلاماک به چه معنیه از ترکی به فارسی. مثلا که کوکلاماک میشه بویدن، فکر کنم همون سمل میشه تو انگلیسی. بله، کوکلاماک یعنی کوکلیور میشه. مثلا بن ای کوکلیور، چون استثناء دیگه. بن ای کوکلیور مویوم، آیا من بوی خوب میدهم؟ آیا من در حال بوی خوب دادن هستم؟ بن ای کوکلیور مویوم. سن ای کوکلیور موسون. اوی کوکلیور مو. بیز ای کوکلیور مویوز. siz iyi kokluyor musunuz? Onlar iyi kokluyor mu? دوشلمک که قاعدتا احتمالاً همون دوش گرفتن، prendre دوش یا دوش گرفتن باشه. دوشلمک
نه دوشلمک میشه غوه. اوه اشتباه میکردم. ببین شما دوشلمک میشه تو دریم. غوه en français دریم خواب دیدن، رویا دیدن، رویا پردازی کردن. فارسیش میشه düşlüyor muyum؟ تلفظش خیلی جالبه. بعد من تکرار کنیم. düşlüyor muyum؟ یعنی کاتگوری آخره. یه دوتا نقطه داره. düşlüyor muyum؟ düşlüyor musun؟ düşlüyor mu؟ düşlüyor muyuz؟ düşlüyor musunuz؟ düşlüyor mu؟ حالا فرض کنید میخوام بگم که آیا از تو فرانسه میگیم غوه دو کلکن. اینجا نمیدونم دوشلیور با چه چیزی میاد. To dream about someone. Sen beni için نه نمیدونم. میخوام بگم آیا تو درباره من خواب منو میبینی؟ ولی نمیدونم چجوری باید بگم. متاسفانه دانشم ته کشید. کاری نداریم. دوشلمک به معنی رویا دیدن، خواب دیدن دوشلیور. آنلاماک به معنی فهمیدن. آنلیور میسون دیگه تا دلتون بخواد. ما اینو از طرف معلممون میشنویم دیگه. یا یه چیزی من دارم برای شما توضیح میدم، اگر بخوام به تو خطاب کنم میگم آنلیور میسون. Do you understand یا are you understanding؟ آنلیور میسون. یا خطاب به شما آنلیور میسونز. میفهمی چی میگم؟ آنلیور میسونز. میفهمید چی میگم؟ آنلیور میسون. آنلیور میسونز. یا آنلیور مو، مثلا راجع به سوم شخص مفرد حرف بزنید. آنلیور مو، آیا او میفهمد؟ دینلمک فکر کنم میشد اکوته. دینلمک بله لیسن تو انگلیسی و اکوته توی فرانسوی. دینلیور مسون، آیا شما میشنوین؟ مثلا صدامو مثلا البته میشه گوش کردن، میشه شنیدن، نمیشه گوش کردن. ولی میتونم مثلا من یه ترکی رو براتون بذارم، میگم مثلا این به این آهنگه یا به این ترکی چون ببین دینلیور مسونوز، آیا شما در حال شنیدن هستید؟ یا کلاماک نمیدونم یعنی چی. یا کلاماک یا بالفصل یا کلاماک به معنی کپچر. فارسیش میشه گرفتن. اصلا تو رو نشیدم. یا کالیور مسون یا کالیور مویوم جز خانواده استثناءاتی کار نداریم. اویناماک که میشه بازی کردن. اوینیور مویوم، اوینیور مسون، اوینیور مو، اوینیور مویوم، اوینیور مسونوز، اوینیور مو. اویوماک رو باید برای پایین چیز که میگن دیگه چیزا تموم شد، استثناءات تموم شد و برای مثال اومده فعل اویوماک به معنای خوابیدن دیگه. اویوماک مطمئن شم. اویوماک به معنای خوابیدن رو به همین یه اسنوکوشنی که یاد گرفتیم صرف کرده. هم کاری که من داشتم برای فعل قبلی براتون میکردم حالا اینجا نوشتم. بعد من تکرار بکنین، هم جزوه رو نگاه بکنین، تکرار بکنین. البته قاعدتاً اینجا هم تدوینگر میاره اون جمله رو. بن اویویور مویوم، بن اویویور مویوم، آیا من در حال خوابیدن هستم؟ بن اویویور مویوم. سن اویویور مسون. فرض کن شما، من مثلا خیلی معلم بدی هستم، دارم بد توضیح میدم، حوصله‌ات سر رفته، صدا مونوتونه مثلا، حالا هرچی که هست، خیلی آدم جذابی برات نیستم، معلم جذاب، مدرس جذابی برات نیستم و شما سر کلاس خوابت برده. وقتی سر کلاس خوابت میبره من میخوام بگم are you sleeping مثلا est-ce que tu dors est-ce que tu es en train de dormir. sen uyuyor musun؟ sen uyuyor musun؟ o uyuyor mu؟ biz uyuyor muyuz؟ siz uyuyor musunuz؟ آیا شما در حال خوابیدن هستین؟ onlar uyuyor mu؟ باز دوباره فرض بکنید. کلیپه بودش که میگفت من اومدم از دم در نگاه رفتم توی حیاط، دیدم مهمونایی که اومدن همه توی حال خوابن، خانومم بیداره، اشاره کرد به من گفت بیا. یه همچین شرایطی رو تصور بکنی. خانومه اومده، حالا میخواد از خانومه بپرسه که آیا اونا که تو حالن در حال خوابیدن هستن؟ Are they sleeping؟ onlar uyuyor mu؟
Onlar uyuyor mu? آنها در حال خوابیدن هستند. Onlar uyuyor mu? نه فعل uyumak. واقعا شما کجا میخواین پیدا بکنید یه نفر فعل uyumak رو بیاد ربطش بده به یک ویدئوی طنز قدیمی و از اون حالت از شما استفاده بکنه، از اون قضیه استفاده بکنه که به شما گرامر درس بده. خیلی عجیبه. بریم یه سری من نوشتم x، منظور از x اگزامپل هم مثلا مثال های 5 تا جمله مثال زدیم که از این 5 تا جمله 2 تاش رو من پای تخته براتون نوشته بودم توی پارت 1 با هم دیگه دیدیم، اما به هر حال این 5 تا رو بریم با هم دیگه بخونیم. صرفا رسیدیم به اون جایی که میگیم بررسی مثال ها. بعد من تکرار بکنید. Sen İngilizce biliyor musun? Sen İngilizce biliyor musun؟ این انگلیسی رو من بزرگ می‌نوشتم. Sen İngilizce biliyor musun؟ آیا شما زبان انگلیسی رو بلد هستین؟ آیا تو زبان انگلیسی رو بلد هستین؟ Evet biliyorum. Hayır bilmiyorum o جلسه هفتم یاد میگیریم. Sen İngilizce biliyor musun؟ Onlar futbol uyuyor mu؟ آیا آنها در حال فوتبال بازی کردن هستند؟ Onlar futbol oynuyor mu؟ Onlar futbol oynuyor mu؟ Ben Türkçe konuşuyor muyum؟ آیا من به زبان ترکی صحبت میکنم؟ شما بگین. Ben Türkçe konuşuyor muyum؟ Evet tabii ki. Ben Türkçe konuşuyor muyum؟ Ben Türkçe konuşuyor muyum؟ Evet. Sen Türkçe konuşuyorsun. Tabii ki. Numara 4. Siz çok kahve içiyor musunuz? Yine patakta dاشتیم. Siz çok kahve içiyor musunuz? Are you drinking a lot of coffee? Siz çok kahve içiyor musunuz? Are you آره دیگه هم درست گفتم فکر کنم گفتش. او تمره gidiyor mu؟ او که خانم یا آقای به تمر می رود یا نه؟ Is he going to تمر یا is she going to تمر؟ او تمره gidiyor mu؟ این 5 تا مثال اینور شد، اما بریم اونور کلی مثال دیگه هم باز دوباره 18 تا مثال داریم، تازه بعدش هم 4 تا دیگه داریم، یعنی 22 تا ما اینجا مثال فقط از همین گرامر داریم. بعدش هم بریم تازه سراغ گریک کتاب، یه سری تمرین توی گریک کتاب انجام میدیم تا مطمئن نشیم این گرامر رو یاد گرفتین، دست از سرتون بر نمیداریم. تا گرامر درس ندیم آروم نمیگیریم. مثال 6 نمره 6 صفحه بعدی نمره 6 تدوینگر می نویسه براتون. Sen klasik müzik dinliyor musun؟ Sen klasik müzik dinliyor musun؟ آیا شما به موزیک کلاسیک گوش میدید؟ آیا تو به موزیک کلاسیک گوش میدی؟ مثلا فرض کنید اوایل آشنایی با یه حالا دختری یا پسری میخواین اون چیزهای مشترک، علاقه های مشترکتون رو پیدا بکنید. مثلا میگین خب حالا sen klasik müzik dinliyor musun؟ Evet dinliyorum. Öyle mi؟ ben de dinliyorum. Acaba مثلا o falan falan merman. Numara 7. Çocuk ağlıyor mu؟ çocuk ağlıyor mu؟ آیا بچه در حال گریه کردن هست؟ Is the baby, is the kid crying؟ آره دیگه çocuk ağlıyor mu؟ çocuk ağlıyor mu؟ Evet çok ağlıyor. Yani çok ağlıyor yani sabahtan şimdi kadar ağlıyor. از صبح تا حالا داره گریه میکنه. فکر کنم اینجوری میشه. sabahtan şimdi kadar اگه اشتباه میکنم بهم بگین تو کامنت. sabahtan şimdi kadar ağlıyor. Ben yani kızdım. Siz araba sürüyor musunuz؟ siz araba sürüyor musunuz؟ sürmek قاعدتا باید به معنای رانندگی کردن باشه. کلانماک هم استفاده میکنن. araba sürmek رانندگی کردن. بله. siz araba sürüyor musunuz؟ آیا شما رانندگی میکنید؟ مثلا اگه سریال کوزگانه رو با من ببینین، من میبینم دیگه، میدونین چقدر استوری میذارم ازش در طول روز.
کوزی چون حالا اسپویلش نمی کنم چون چیز شده به خاطر یه اتفاقی گواهینامه نداره و نمیخواد که اون دختره که اسمش سیمای هست بدونه که این گواهینامه نداره. اونجا چند باری از فعل کولانماک به معنای رانندگی کردن یا سورمک جفتش میشه سورمک کولانماک. جفتش ببینیم تو اینجا چی میشه. Siz araba sürüyor musunuz? Are you driving? Siz araba sürüyor musunuz? Ya siz araba kullanıyor musunuz? Kullanmak. Kullanıyor musunuz? Siz araba kullanıyor musunuz? Siz araba sürüyor musunuz? Siz zeytin yiyor musunuz? آیا شما زیتون میخورین؟ Are you eating olives? Olive. Siz zeytin yiyor musunuz? Anne yemek pişiriyor mu? Is mama cooking? Is mama making food? Anne yemek pişiriyor mu? Pişiriyor mu? Pişirmek به معنای pişirmek یا yemek yapmak به معنای غذا درست کردن. cook یا make food انگلیسی. همون faire la cuisine یا cuisiner توی فرانسه. Siz zeytin yiyor musunuz? Anne yemek pişiriyor mu? Çocuklar bisiklet sürüyor mu? آیا بچه‌ها بیسیکلت سواری میکنند؟ Çocuklar bisiklet sürüyor mu? نه همش مثالش میاد اینجا. Sen şarkı söylüyor musun? آیا تو آهنگ میگی؟ یعنی برامون میخونی؟ آواز میخونی؟ اشتباه نکنم. Sen şarkı söylüyor musun؟ البته اینجا نقطه‌شو نذاشتم. خانواده چهارم دیگه ببینید توی جزوه غلط گفتم دارم من. نه غلط نیست. چون یور آخرش او داره موسونم اوهاش نقطه نداره اما این بر سویلیوره. اوکی غلط نداریم اشتباه کردم. ولی جزء سویلمک جزء استثناء است. دیدین باشو خط زدم به خاطر اونه. Sen şarkı söylüyor musun? öğretmen merhaba diyor mu? آیا معلم سلام میکند؟ بابا çok çalışıyor mu? بابا çok çalışıyor mu? بابا زیادی کار میکنه؟ بابا زیاد کار میکنه؟ Is dad working hard یا working a lot? بابا çok çalışıyor mu? Biz yarın buluşuyor muyuz? Buluşmak nemiyorum yani çi? Buluşmak. ملاقات کردن. To meet فکر کنم میشه. Biz yarın buluşuyor muyuz? Are you guys meeting tomorrow? Yani چیزی are you guys آره دیگه. Are we guys ما آیا ما همدیگه رو میبینیم فردا؟ Are we meeting tomorrow? İngilizce اینجوری میشه. Biz yarın buluşuyor muyuz? Bebek süt içiyor mu? آیا بچه is the baby drinking milk? Bebek süt içiyor mu? Bebek süt içiyor mu? Adam balık tutuyor mu? Tutmak فکر کنم میشه ماهیگیری کردن. tutmak. Balık tutmak فکر کنم میشه to fish. ماهی صید کردن. یعنی فرانسویش که میشه faire la pêche انگلیسیش هم میشه to fish. فکر کنم خود fish رو به عنوان فعل استفاده میکنه. آدم بالک tutuyor mu? Is the man fishing? یا فرانسویش رو بخوام بگیم est-ce que l'homme fait la pêche؟ یا آره دیگه est-ce que l'homme fait la pêche؟ حالا باز دوباره اونایی که فرانسه بلدن بخوایم یه ذره مقایسه بکنیم. تو فرانسه خب ما با اینتونیشن هم میتونیم یه اسم کوئسچن بسازیم. یعنی مثلا میگیم l'homme fait la pêche یا est-ce que tu ris رو میتونیم بگیم tu ris یا est-ce que on rencontre demain رو میتونیم بگیم on rencontre demain. می با اینتونیشن میتونیم یه اسم کوئسچن بسازیم. توی ترکی نمیشه. خیلی عجیبه. یعنی شما حتما باید از این موسون مویوز موسونوز مویوم اینا استفاده بکنی. نمیتونی بگی ben Türkçe biliyorum
نمیتونی بگی و بگی ben Türkçe biliyor muyum. نمیدونم چرا، ولی خب از این نظر حداقل فرانسه آسان‌تره. شما با یه اینتونیشن ساده میتونید yes no question بسازید. Hala kayın edeyim. Adam balık tutuyor mu? Siz bugün alışveriş yapıyor musunuz? آیا شما امروز خرید میکنید؟ حالا این 18 تا رو که خوندیم، biz bugün alışveriş yapıyor musunuz؟ صفحه بعد نوشتم she asked us to make 4 questions. حالا اون از ما خواست 4 تا سوال بپرسیم که حالا من پرسیدم. ببینید مثالای من چی بوده. اینا رو خودم نوشتم. Sen Farsça biliyor musun? آیا شما فارسی بلدین؟ Evet biliyorum. Şimdiki zaman. Sen Farsça biliyor musunuz? Evet biliyorum. Siz balık yeriyor ki ne اینجا اشتباه نوشتم. ببین شما yiyor musunuz؟ و معلومم هست یریمک چیه دیگه، اصلا چرت و پرت نوشتم اینجا. ای آره رو باید خط بزنیم. یوروز، اینو یادم باشه برای تدوینگر درستش رو بفرستم که درستش اینجا برای شما بنویسم. یوروز yiyor musunuz؟ چون اینجا من اینا رو خودم نوشتم، بعد ندادم معلممون تصحیح بکنه، حالا یا اون یادش رفته یا هرچی اشتباه صرف کردم. Siz balık yiyor musunuz؟ آیا شما are you eating fish؟ Evet yiyoruz. Yes we do. Yes we are eating fish. Anne çay içiyor mu؟ Is mama drinking tea؟ Evet içiyor. Anne çay içiyor mu؟ Evet içiyor. Biz çok çalışıyor muyuz؟ Are we working hard? Are we working hard? Are we working a lot? Biz çok çalışıyor muyuz؟ Evet çalışıyoruz. بله. یا çalışıyorsunuz. یه نفر بخواد جواب بده. Hangi takımı tutuyorsun؟ Which team do you support? Ya are you supporting? Hangi takımı tutuyorsun؟ که اینجا اصلا yes no question نیست، نمیدونم چرا اینو نوشتم، چون hangi خودش زمین پرسشی محسوب میشه. نمیدونم مثلا چرا اونجوری کار میکنه. hangi takımı tutuyorsun؟ اما ما یه سری اودو بهمون داده که گریک کتاب صفحه 23 و 24. از طرفی صفحه 17 و 18 گریک کتاب هم که توی جلسه پیش گفتیم عکسش رو براتون گذاشتیم، عکسش خالیه، یعنی تمرین پر نشده. صفحه 17 18 رو عکسش رو اینجا براتون گذاشتیم تو قسمت 5، اما پر نشده. پر شده اونو ببین، من خیلی متاسفانه یا خوشبختانه کمالگرم، الان ما پارت سوم رو که شروع میکنیم هم صفحه 23 24 yes no question گریک کتاب با هم دیگه میخونیم، هم جوابهای صفحه 17 و 18 که جلسه پیش ندیدین، صرف شدهش ندیدین، صرفا شفاهی بهتون گفتم، ما کتبیش رو با هم دیگه میخونیم. توی جزوه صفحه 6 اگر نگاه بکنیم جوابهای تمرین جلسه 5 رو نوشتم و اونجا هم فارسی توضیح دادم، گفتم صفحه 17 و 18 کتاب خاکستری نیم ساعت اول کلاس کار شده بود، من دیر رسیدم، اما صفحه بعد براتون می نویسمش، تکلیف جلسه 5. پس من اینجا پارت دوم رو به اتمام میرسونم با شما، چون که دیگه بررسی مثال های اینجا دیگه تموم شد. پارت سوم با عنوان تمرین های کتاب خاکستری صفحه 17 و 18 و صفحه 23 و 24 با مبحث شیمدیک زمان، حالا یا جمله خبری یا yes no question ادامه داره توی پارت سوم. پس من از شما تشکر میکنم، خیلی مرسی از شما. من که خسته نیستم، دشمن خسته است، شما هم خسته نیستیم. میبینمتون با پارت سوم، همراهتون هستم، قربونتون برم. Ben çok mutluyum. Ben gerçekten çok mutluyum. Biz hep beraberiz ve hep beraber Türkçe öğreniyoruz. Gerçekten ben mutluyum. Çok teşekkür ederim. Allah bereket versin. Allah sizden razı olsun. Allah sizden gerçekten razı olsun. خیلی واقعا خوشحالم که با هم هستیم و پارت سوم رو قراره با هم دیگه بخونیم. ببینید پارت سوم ما همون شیمدیکی زمان که yes no question رو یاد گرفته بودیم رو یه سری تمرین توی کتاب خاکستری انجام میدیم و بعدش هم میریم 17 و 18 که چیز بود رو با هم دیگه بخونیم. اما
Gir kitap sayfa 23 lütfen. Gir kitap sayfa 23 lütfen. Alıştırma 26. Alıştırma میشه تمرین. sayfa 23 lütfen. Alıştırma 26. یه سری سوال و جواب. من قبل از اینکه شروع بکنم یه سری توضیحات راجع به کتاب باید بهتون بدم. ببینید چه توی گیر کتاب، چه توی درس کتابی، چه توی چالشما کتابی، من اون تمرین یا اون صفحه مشخصی که در اون جلسه مشخص قرار تدریس بکنم رو با نوت‌های خودم و با جواب‌های خودم اینجا گوشه تصویر برای شما میارم. اما یه ذره ما پیچیدگی داریم، چون کتابی که من باهاش واقعا کار میکنم نسخه آخر این کتاب هست و PDF که توی کانال تلگرام گذاشتم شما دارید باهاش کار میکنید یه نسخه قدیمی تره. بنابراین بعضی جاها اینا با هم دیگه همخونی ندارن. یعنی من یه تمرین رو میگم توی صفحه‌ای که شما میرین PDF رو باز میکنید میبینید این که اون تمرین نیست. حالا از طرف دیگه درستش اینه، یعنی من اگه جای شما بودم مثلا قسمت 5، قسمت 6، قسمت 7 تفاوتی نمیکنه. من که پارت بندی میکنم شما هم پارت بندی بکنید. مثلا بگید آقا مومو سشن 6ش 3 تا پارت داره، من پارت اول و دومو میبینم بعد یه بریک میدم. حالا یا یه روز دیگه ادامه میدم یا 4-5 ساعت دیگه ادامه میدم یا هفته دیگه ادامه میدم، به خودتون بستگی داره. بعد میام اون پارت 1 و 2 که یاد گرفتم رو گیر کتاب که دیگه میشه ادو، میشه تمرینی که من سر کلاس واقعی دارم انجام میدم رو اول میرم خودم انجام میدم. چون من PDF گیر کتاب 1، حالا یه ذره جلوتر گیر کتاب 2 هم داریم، PDF اونم میذارم. اونا مشکل نداره، اون نسخه قدیمی و جدید و فلان و اینا نداره. شما میری اونو پرینت میگیری. نکن من مثلا تو کلاس رو گذاشتم، میتونی همچین کارو بکنی. و قبل از این که من پارت 3 رو شروع بکنم یه دور خودت حل میکنی دیگه. اون ادو تو، اون هومورک تو، اگه میخوای کلاس رو واقعا درست پیش ببری. بعد که انجام دادم میام پارت 3 رو میبینم و جوابا رو چک میکنم. منتها شما وقتی این تمرین ها توی درس کتابی باشه به مشکل برمیخوریم، مگه اینکه یه نفر PDF آخرین نسخه کتاب هیتیت رو برای من بفرسته، من ندارم. بعد من اونو بذارم تو کانال تلگرام این مشکل حل بشه. در غیر این صورت شما ممکنه توی درس کتابی برین بگین من فلان مثلا میگم ادب صفحه 63 تمرین 4 مثلا، شما میرین PDF رو باز میکنین میبینین همخونی نداره. در اون صورت 2 تا سولوشن ما میتونیم داشته باشیم. یا اینکه یه نفر PDF آخرین نسخه هیتیت رو برای من میفرسته، من میذارم تو کانال تلگرام هب برابر استفاده میکنیم. یا اینکه شما اینجا میبینی اون تمرین خاصو اما جواب من رو نگاه نمی کنی، چشتو درویش میکنی، نمیدونم اون هرچی که برای خودت کار میکنه، جواب من رو نمیبینی. اول خودت جواب میدی، مثلا پاز میکنی، مثلا ویدیو رو پاز میکنی، پشت گوشی یا پشت سیستم نشستی، تمرین خودت مینویسی، به جواب من نگاه نمیکنی، بعد با جواب من چکش میکنی. ما یه ذره محدودیت داریم از این نظر. امیدوارم که این مشکلات از یه جایی به بعد حل بشه. حالا ما میریم صفحه 23 گیر کتاب و جوابهای درست اینجا هست. با فرض بر این که شما قبلا رفتی ادبتو انجام دادی، میخوای الان فقط با من چک بکنی، تمرین صفحه 23 رو میخونیم. اوکی؟ Anlıyor musunuz? Arkadaşlar bu çok önemli. Yani şimdiki zaman öğrenmek ve öğrenmekten sonra çalışmak, ödev yapmak çok önemli. Sonra siz yazdınız, ben yazdım, hep beraber ödev çek yapıyoruz. Tamam? Tamam mı? Olur mu? Sayfa 23, alıştırma 26. اولیه خودش نوشته. Bora havuzda yüzüyor mu? Evet yüzüyor.
هایرش دیگه شما نگاه نکنید. اینجا چشتون درویش بکنید چون ما هنوز نه رو یاد نگرفتیم. دقتم کرده باشین همه آره ها رو من نوشتم سر کلاس، اما نه رو ننوشتم چون اونجا هنوز نگاتیو رو بلد نبودیم. طبیعی هم هست. شماره 2، حالا بعدا شما جلسه هفتم رو دیدی، اگه خیلی دیگه بچه نرد و خودمونش خرخونی بودی، بعد از جلسه هفتم میتونی برگردی هایرای اینا رو جواب بدی. من جواب ندادم هنوز. شاید برای امتحان آیه کم بیام مثلا جواب بدم. اینم بهتون بگم، من الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم فکر میکنم 10 یا 11 ژانویه است. من 27 ژانویه سطح آیه رو تمام میکنم. 27 و 29 ژانویه یه امتحان جامع آیک میدم که اگه اوکی باشه سرتیفیکیت تومر آیک رو میگیریم که خیلی اون مدرک میتونه مدرک مهمی باشه برای من. اینکه مثلا 300 چند رو بگیرم حتما توی اینستاگرام باتون به اشتراک میذارم. حالا siz arabada müzik dinliyor mu? Are you listening to the music in the car? Siz arabada müzik dinliyor mu? Evet dinliyoruz. Yes, we are listening to the music. Dinliyoruz. Siz arabada müzik dinliyor mu? Evet dinliyoruz. Numara 3. Ayşe ve Erdal konserde eğleniyor mu? Are Ayşe and Erdal having fun at the concert? Umarım ki درست باشه. Ayşe ve Erdal konserde eğleniyor mu? Eğlenmek میشه have fun. Eğleniyor mu? Are they having fun at the concert? Evet, eğleniyorlar مثلا نوشتم. این لا رو میتونیم بدیم. معلممون خیلی دوست نداره ولی من گذاشتم. Eğleniyorlar. Yes, they are having fun. Numara 4. Öğrenciler kütüphanede ders çalışıyor mu? Are the students studying at the library, at the bookstore, at the library? Kütüphane میشه همون کتابخانه. Öğrenciler kütüphanede ders çalışıyor mu? Evet çalışıyorlar. Yes, they are working. They are studying. Numara 5. Sen her gece süt içiyor musun? Are you drinking milk every single night? Sen her gece süt içiyor musun? Evet içiyorum. Yes, I am drinking milk. Evet içiyorum. چیز جالبی که وجود داره اینه که نوشیدن میشه içmek، smoke هم میشه سیگارا içmeyin. اگه اشتباه نکنم. خیلی عجیبه. Numara 6. Dışarıda yağmur yağıyor mu? Is it raining outside? Dışarıda میشه outside. Dışarıda yağmur yağıyor mu? Evet yağıyor. فعلمون yağmak به معنای rain. Dışarıda yağmur yağmıyor mu? خود yağmur هم اسمشه یعنی la pluie. Rain اسمشه. Dışarıda yağmur yağmıyor. Olala. Dışarıda yağmur yağıyor mu? Evet yağıyor. Numara 7. Bebek her gece ağlıyor mu? Is the baby crying every night? Evet ağlıyor. Yes, he is crying. Bebek her gece ağlıyor mu? Evet ağlıyor. Siz Türkçe konuşuyor musunuz? Evet konuşuyoruz. Are you speaking Turkish? Yes, we are speaking Turkish. Siz Türkçe konuşuyor musunuz? Evet konuşuyoruz. Numara 9. Aşçı lokantada yemek pişiyor mu? Evet pişiyor. Pişiriyor. Aşçı lokantada yemek pişiriyor mu? Evet pişiriyor. Is aşçı cooking food, making food, cooking food at the restaurant? Aşçı lokantada yemek pişiriyor mu? Evet pişiriyor. Est-ce que aşçı cuisine, fait la cuisine dans la cuisine, dans le restaurant? Oui, elle fait la cuisine dans le restaurant. Elle est en train de faire la cuisine
dans le restaurant. Numara 10. Laura İstanbul'da geziyor mu? Is Laura going on a trip to Istanbul؟ یه هم چیزی میشه gezmek میشه سفر رفتن. partir en français. Laura İstanbul'da geziyor mu? Evet geziyor. Yes. Oui, elle part. Elle est en train de partir. She is leaving to Istanbul. She is going on a trip to Istanbul. Laura İstanbul'da geziyor mu? Evet geziyor. امیدوارم که درست حل کرده باشین. اینو ببینید بچه‌ها، به من بگین که چه اتفاقی داره براتون میفته. من علم غیب ندارم، من نمیفهمم. اگه داری این تمرین رو حل میکنی با من، اگه درست حل کردی عکس بگیر. مامان من اینو درست حل کرده بودم، غلط بود. مامان من اینجا رو غلط حل کرده بودم، الان توضیح دادی فهمیدم. به من بگین چه خبره، چون هم آموزیه. همونقدر که نقش من مهمه، نقش شما هم مهمه. من اصلا یه هایلایت باز کردم، ارسالی شما، برای اینکه برای من بفرستید من بفهمم دارین شما چیکار میکنید، استوریش هم میکنم. دیلک evde dinliyor mu? dinleniyor mu? آیا دیلک در خانه در حال استراحت است؟ Evet dinleniyor. Is Dilek resting at home? Est-ce que Dilek reste à la maison? reste که البته تو فرانسه چیز دیگه میشه. se repose à la maison. Est-ce que Dilek se repose à la maison? Evet dinleniyor. Oui, elle se repose. El ya il nemiyorum Dilek اسم پسر یا دختر. Evet dinleniyor. Numara 12. Aysun Türkçe öğretiyor mu? Is Aysun teaching Turkish? Evet, öğretiyor. öğrenmek میشه یاد گرفتن، öğretmek میشه یاد دادن. فراموش نکن. ببین بذارین اصلا من اینو قشنگ خوشگل‌تر بگم، شاید بعدا یه ریلش کردم. لطفا دقت بفرمایید که ما دو تا فعل داریم در زبان ترکی. öğrenmek یاد گرفتن، öğretmek اگه اشتباه نکنم آره دیگه، öğretmek یاد دادن. حالا فرانسویش مثلا میشه apprendre quelque chose. apprendre quelque chose öğrenmek. apprendre quelque chose à quelqu'un öğretmek. Ya توی انگلیسی مثلا to learn something öğrenmek. öğretmek to teach something to someone اگه اشتباه نکنم، ولی فرانسیش که مطمئنم. apprendre quelque chose öğrenmek. apprendre quelque chose à quelqu'un öğretmek. Ya enseigner quelque chose à quelqu'un öğretmek. Tamam mı? Olur mu? Numara 13. Doktor ilaç yazıyor mu? فکر کنم ilaç میشه ترانسکریپسیونی هم چیزی، نسخه. آیا دکتر داره نسخه می‌نویسه؟ بله. evet yazıyor. فعل نوشتن رو برده şimdiki zaman. yazıyor سوم شخص مفرد. Numara 14. Siz her akşam meyve yiyor musunuz? Are you eating fruits every night? Evet. Yiyoruz ya yiyorum. Cüftleşmiş. Anne mutfakta temizlik yapıyor mu? Is mama cleaning in the kitchen? Hem çizmiş. Temizlik yapmak. Evet yapıyor. Yes, she is. Sen bu akşam partiye gidiyor musun? Are you coming to the party tonight? Sen bu akşam partiye geliyor musun? Evet geliyorum. Yes, I am coming. Evet, geliyorum. Siz hiç et yiyor musunuz? این چون هیچ داره فقط با نه میتونسته جواب بده. اصلا این بذاریم من اینو درست بکنم، چون ما اینجا نه بلد نیستیم که قربونت برم. من اینو باید بکنمش evet. evet yiyor. البته اون موقع دیگه سوالمون با هیچ نمیتونه بشه. کلا 17 رو بیخیال بشیم چون ما هنوز منفی یاد نگرفتیم. حالا اونایی که منفی بلدن میشه اینجوری: siz hiç et yiyor musunuz? Hayır. Yemiyorum. Yani çizgi yapmışım.
Numara 18. Niçin hala yatıyorsun? Okula gidiyor musun? چرا تا الان؟ چرا هنوز تو تختی؟ مدرسه مگه نمیری؟ مدرسه میری؟ okula gidiyor musun? Evet, hayır. Gitmiyorum. باز دوباره اینم چون حالا داره، اون هیچ و حالا نشونه های منفی هن. جمله باید باش منفی باشه. بنابراین هایر gitmiyorum 17 و 18 و شما بیخیالش باید بشین. 19 هم همینطور، چون با هایر فقط جواب داده. 19 هم بیخیالشین. بریم 20 21 22 23 24 رو بخونیم. 25 هم نمیتونیم تازه بخونیم. از این من یه تیکی بزنم اینجا که متوجه بشم. 20 رو میخونیم، 21 رو میخونیم، 22 رو میخونیم، 23 رو میخونیم، 24 رو میخونیم، 25 رو نمیخونیم، 19 هم nemikhonیم. Numara 20. Öğrenciler derste Türkçe konuşuyor mu? Are the students speaking Turkish in the class? Evet, konuşuyorlar. Öğrenciler derste Türkçe konuşuyor mu? Evet, konuşuyorlar. Sen her akşam kitap okuyor musun? Are you reading a book? Are you reading books every night? Evet, okuyorum. Sen her akşam kitap okuyor musun? Evet, okuyorum. Çocuklar parkta oynuyor mu? Are the kids playing in the park? At the park? Evet, oynuyorlar. Çocuklar parkta oynuyor mu? Evet, oynuyorlar. آره واقعا سخته. Oynuyorlar. Siz cumartesi akşamı parti gidiyor musunuz? Are you going to the party Saturday night? Siz cumartesi akşamı روزهای هفته رو یاد گرفتیم دیگه. یه دونه ویدیو توی پیج اینستاگراممون گذاشتیم. Siz cumartesi akşamı partiye gidiyor musunuz? Evet, gidiyorum. Evet, gidiyoruz. Numara 24. Sen kahve seviyor musun? Are you loving coffee? Evet, seviyorum. Do you love coffee? Yes, I do. Sen kahve seviyor musun? Evet, seviyorum. این شد صفحه 23. صفحه 24 هم ادامه داره. ماشاءالله خوب بهمون تمرین میده ها. Numara 26. Ben اینا رو دیگه با سرعت بیشتری میخونم چون خیلی دیگه طولانی میشه. Onlar sabah kahvaltı ediyor mu? Evet, ediyor. Evet, ediyorlar. Sen Türkçe anlıyor musun? Do you understand Turkish? Sen Türkçe anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Hayır, anlamıyorum. Ki ara نخوندیم ما. Tuna ders çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Sen her sabah koşuyor musun? اینو هایر داره، اینو باز دوباره نمیتونیم. evet نداره. یعنی 32 هم نمیتونیم، 35 هم نمیتونیم، 37 هم نمیتونیم، 40 هم نمیتونیم، 42 هم نمیتونیم. این هایرها رو کلا نمیتونیم. من اگه معلم بودم نمیگفتم این سفر رو انجام بدیم. وقتی هایر داریم زبان آموز گیج میشه، چرا خب این کارو میکنیم. خب numara 27. Sen Türkçe anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Numara 28. Tuna ders çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Numara 30. Onlar klasik müzik dinliyor mu? Evet, dinliyorlar. 31. Sen Türkçe biliyor musun? Evet, biliyorum. 33. Siz güzel yemek pişiriyor musunuz? Evet, pişiriyorum. Are you making beautiful food? Good food. Evet, pişiriyorum. Evet, pişiriyoruz. Onlar bahçede oynuyor mu? Evet, oynuyorlar. 36. Siz güzel Türkçe konuşuyor musunuz? Are you speaking good Turkish? Evet, konuşuyorum. Evet, konuşuyoruz. 38. Sen çay istiyor musun? Do you want coffee? Do you want tea? Sen çay istiyor musun? Evet, istiyorum. Çocuklar çok çikolata yiyor mu? Are the kids eating a lot of chocolate? Evet, yiyorlar.
Çocuklar çok çikolata yiyor mu? Evet yiyorlar. 41. O güzel şarkı söylüyor mu? Evet söylüyor. Is he singing well? Yani چیزی باید بشه. O güzel şarkı söylüyor mu? Evet söylüyor. 43. Sen beni seviyor musun? Do you love me? Do you? Sen beni seviyor musun? Evet, ben seni çok seviyorum aşkım. Ben seni seviyorum. O piyano çalıyor mu? Evet çalıyor. Aylin üniversiteye gidiyor mu? Evet gidiyor. Öğrenciler ödev yapıyor mu? Evet yapıyorlar. Ali Bey güzel şarkı söylüyor mu? Evet söylüyorlar. Söylüyor. Lar nedir? Ali neferi söylüyor. 48. O gözlük takıyor mu? Is he wearing glasses? O gözlük takıyor mu? Evet takıyor. 49. Siz ağlıyor musunuz? Are you crying, baby? Siz ağlıyor musunuz? Evet ağlıyorum. Evet ağlıyoruz. Siz ağlıyor musunuz? Sabahları kahvaltı ediyor musun? Evet ediyorum. Çocuklar akşam erken yatıyor mu? Evet yatıyorlar. Ya yatıyor. Onlar müzeye gidiyor mu? Evet gidiyorlar. Ya evet gidiyor. Onlar kütüphanede ders çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Teneffüste kahve içiyor musun? Evet içiyorum. Sen her gün sebze yiyor musun? Evet yiyorum. Are you eating vegetables every day? Yes, I am. Sen her gün sebze yiyor musun? Evet yiyorum. اینجا صفحه 23 تمام میشه، اما برگردین صفحه 17 و 18 رو ببینید که برای جلسه پیش بوده. من تنبلی کردم، الان باید چیز بکنم. همزمان آقای تدوینگر هم صفحه 17 و 18 در کتابی رو میاره پای صفحه، هم جواب هایی که من توی چیز نوشتم و از من میخواد من براش تایپ بکنم، هم جواب هاشو، جمله های صرف شده شو میاره براتون پا تخته. میتونه اصلا صورت منو برداره، یعنی نصف کتابی باشه، نصف نوشته باشه دیگه، هر جوری خودش میخواد. اما میریم جلسه 6. خیلی جالبه، تو جزوه‌ام که میرین نگاه میکنین، آره من اومدم مثلا درس صفحه 23 براتون نوشتم که کتابی درساتی که بود دیگه، چه کاری بود، چرا باید اینجا نوشتم، کارهای عجیب غریب زیاد کردم. اما سایفا آن 7 و آن 8 رو میخوایم با هم دیگه بخونیم. یعنی 22 تا جمله صفحه آن 7 تا آخر آن 8 که پیش میریم میشه 41 جمله که به şimdiki zaman صرف شده. یعنی ما الان میخوایم مرور جلسه 5 رو انجام بدیم. ماشاءالله. شماره 1 رو که خودش نوشته çocuk ağlıyor. از شماره 2 به بعد رو من براتون میخونم، شما بعد من فقط یک دور آروم از روش میخونم که شما بعد من تکرار کنید. اوکی؟ Numara 2. Onlar alışveriş yapıyor. Numara 3. Sen arıyorsun. Numara 4. O ata biniyor. داره سوار اسب میشه. O ata biniyor. 5. Kız ip atıyor. 6. Adam top atıyor. 7. Adam bağırıyor. داره داد میزنه. Scream. Adam bağırıyor. Numara 8. O ayakkabı bağlıyor. O ayakkabı bağlıyor. اینجا اصلا چیز دیگه شد. bağlıyor میشه. اون داره بنده کفشش میبنده. O ayakkabı bağlıyor. Numara 9. Hayır, doktor değil. Numara 10. Onlar balık tutuyor.
11. Sen telefon ediyorsun. 12. O bayılıyor. Bayılıyor, bayılmak میشه faint, افتاد از حال رفت. Onlar bekliyor. Adam boya yapıyor. Adam boya yapıyor یعنی چی؟ boya yapmak معلوم نیست یعنی چی. داره نقاشی میکنه انگار. boya yapmak. برای رنگ زدن تو paint. boya yapıyor. 15. Kız gitar çalıyor. 16. Onlar ip çekiyor. İp çekiyor میشه تناب میکشن. 17. Sen çok çalışıyorsun. 18. Çocuklar dans ediyor. 19. O dikiş dikiyor. Dikiş dikiyor. خیاطی کردن. dikiş dikiyor. O ağaç dikiyor. درخت کاشتن. plant a tree. O ağaç dikiyor. 21. O müzik dinliyor. 22. O diş fırçalıyor. Mesvak zeden میشه diş fırçalamak. Fırçalamak. که آش خط میخوره میشه diş fırçalıyorum. Fırçalıyorsun, fırçalıyor. Diş fırçalıyor. Diş fırçalıyor. اینم شد 22 تا اول. حالا بریم صفحه 18 هم. صفحه 18 هم به این صورت من اینجوری براتون میخونم. düşünmek به معنای فکر کردن. خیلی زمان گذشتهش استفاده düşünüyorum, düşündüm مثلا خیلی زمان فعلی که زیاد استفاده میشه. düşünmek ben düşünüyorum. I am thinking. Ben düşünüyorum. O dinliyor. O duyuyor. O düşüyor. Biz fotoğraf çekiyoruz. çekiyoruz. Ben اینجا تو جزوان اشتباه نوشتم. çekiyoruz. Çekmek, fotoğraf çekmek. Biz fotoğraf çekiyoruz. 27. O gösteriyor. نمیدونم نشان دادن میشه توضیح دادن میشه gösteriyor. Gülmek میشه خندیدن. Siz gülüyorsunuz. You are laughing. Siz gülüyorsunuz. 29. Siz gülümsüyorsunuz. Ya Ebelfazl. Mesela smile, لبخند زدنه. Gülümsemek. Siz gülümsüyorsunuz. Ya Ebelfazl. خیلی سخته این تلفظش. Siz gülümsüyorsunuz. واقعا اگه میتونیم 5 بار پشت سر هم دیگه بگیم gülümsüyorsunuz خیلی مردین. Siz gülümsüyorsunuz. Siz gülümsüyor musunuz? Gülümsüyor lütfen. Gülümsüyorsunuz. Vay خدا. مغزم درد گرفت. Hesap yapmak. Numara 30. O hesap yapıyor. O kokluyor. داره بو میکنه انگار. بله. O kokluyor. Ben itiyorum. هل دادن. O bavul taşıyor. چمدون میکشه انگار. O bavul taşıyor. Sen kal diyorsun. این میشه carry. Sen kal diyorsun. حالا تا اینا رو یاد بگیریم کلی طول میکشه. تا تو جمله استفادهشون نکنیم حفظ نمیشیم. açmak و kapamak هم اینجا گفته. Ben açıyorum, sen kapıyorsun. Açmak و kapamak خیلی استفاده میشه. Adamlar kavga ediyor. Ona دارن دعوا میکنن. Adamlar kavga ediyor. O kızıyor, عصبانی میشه. O kızıyor. Ben okuyorum. من دارم میخونم. Biz oyun oynuyoruz. ما بازی میکنیم. Biz oyun oynuyoruz. Onlar
öpüyor. Onlar هم دیگه رو میبوسن ماشاءالله. öpmek. Onlar öpüyor. öpüyor نقطه داره. Onlar öpüyor. و 41 من 41 بیشتر ننوشتم، یعنی 42 3 و 4 شون تازه ننوشتم. تا همینجاش هم زیاد واقعا کار کردیم، خیلی اوکی. چون من اعتقاد ندارم لغت رو اینجوری یاد بگیریم. ما باید افعال رو توی جمله، توی دروم، توی یک موقعیت خاص به کار ببریم که تو ذهنمون بشینه. اینجوری ما 10 بارم بخونیم öpüyor, کیزیار، okuyorum فلان اینا یادمون نمیمونه. شماره 41 هم گفته که پیشیرمه که دیگه او پیشیریyor. He is cooking. او پیشیریyor. عملا اینجا جلسه 6 به پایان میرسه. یعنی شما هم گرامرتو یاد گرفتی، هم ödevتو انجام دادی و هم برگشتی ödevتو با من جواباشو چک کردی. تا اینجای کار که من دارم با شما صحبت میکنم شما şimdiki زمان رو هم بلدی به جمله اخباریش رو، مثبتش رو بگی، هم بلدی باهاش اسم کوئسچن بسازی، اما هنوز بلد نیستی جمله اخباری رو منفی صرف بکنی. اوکی؟ خیلی ممنونم که تا اینجای کار با من همراه بودین. قسمت 7 به زودی ضبط میشه. منو دریغ نکنین از حمایتتون، از پروسه ترک خوندنتون. حتما برای من عکس و فیلم بفرستین از تمرین هایی که انجام میدین و سوال هایی که دارین برای من عکس و فیلم بفرستین. اگر من جایی دارم اشتباه میکنم، انتقادی دارین، میخواین منو تصحیح بکنین، اگر مثلا مدرس هستین، همکار هستین، بهم بگین و همین. خدا حفظتون بکنه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Görüşürüz arkadaşlar.